سلام بچه‌ها، خوش اومدین به ویدیو من. امروز قراره با هم دیگه یه میکاپ داشته باشیم با لوازم آرایشی که از تخفیفات بلک فرایدی خریدم. با هم دیگه آنباکس داشته باشیم و لوازم آرایشمون رو نقد کنیم و ببینیم که آیا ارزش خرید داشتش یا نه. پس ادامه ویدیو رو ببینید. امروز یکم صدام گرفته به خاطر این آلودگی هوا. امیدوارم که اذیتتون نکنه. خب من میکاپ هم انجام ندادم، قراره با هم دیگه حتی بیس میکاپ و روتین پوستی رو با هم دیگه بریم، به خاطر اینکه یه سری لوازم آرایش آبرسان و چیزا خریدم که با هم دیگه اینجا تستش کنیم و بگیم که آیا ارزش داشتش که بخریمش یا نه و بعد با هم دیگه میکاپ کنیم. بچه‌ها من یه دونه از این اسپری آب هیدراویت ویتالایت خریدم. این مدلشه که خب الان که پوستمو شستم و فقط ابروهامو یه مقدار ژل ابرو زدم که چون فراموش کردم تو این تخفیفات یه دونه ژل ابرو بخرم و هایلایتر. بقیه چیزا رو تقریبا خریدم. پس اول از این یکم اسپری می‌کنیم به صورت ببینیم که چطوریه. حجمش بچه‌ها خیلی کمه و کوچولوئه، ببینید اندازه کف دست حدودا. و من حس می‌کردم مثلا اندازه اون اسپریای بدن و اینا باشه. قیمتاشو اینجا براتون میذارم حتما و اینکه اسم مدلشون هم براتون می‌نویسم. ببینید فعلا که می‌بینم حس خیلی خوبی میده آدم، ولی نمیدونم که آیا نتیجهش هم خوبه یا نه. اگه نظرم راجبش بخوام حجم به نظرم خیلی کمه نسبت به قیمتش. بذارم بهتون بگم که چند خریدم. این 325 تومن بوده و من توی تخفیف 264,000 تومان خریدم. حالا باید ببینیم که توی ادامه این اثری داره، تاثیر داره، خوبه یا نه. اگه داشت حتما براتون می‌نوشتم که تهیه‌اش کنین. ولی از نظر حجم و قیمتش زیاد مثلا چیزی نیستش. حالا یه سری نقدارم خوندم که میگن اصلا هیچ تأثیری نداره، فقط آب خالیه. ترکیباتش هم نیاسینامید داره، عصاره برگ آلوورا، گلیسرین. خیلی ترکیبات جالبی داره. حالا ببینیم که تأثیری داره یا نه. بچه من یکم موهام اذیت میکنه، از این تلا میزنم که ببینیم ادامه کار راحت تر باشه. خب بعد یه کرم ژل آبرسان ریویواله که اینو من قیمتش 426 تومن بوده و من خریدم 213 تومن. هم دیگه آنباکسش کنیم ببینیم چطوریه. از این اسپری آبمون رو زدیم. من کلا تو باز کردن این چیز میگه سختمه. این شکلیه، یه باف این شکلی داره. حالا بذار بزنیم رو پوست ببینیم که چطوریه. بهتر می بودش که اینو الان من مستقیم به پوستم میزدم به خاطر سبکی داره. یه بوی خیار ریزی فکر میکنم داره، بوی خیلی کمی داره خوشبختانه. بافتش سبکه و حس آبرسان بودنش، این حس آبرسان بودن رو میده. خب این کرم ژل آبرسان پوست چرب داره، جوشه، آبرسان عمیق داره تا 24 ساعت، تقویت سطح دفاعی پوست. بچه‌ها خیلی صدام گرفته، بزنین آب بخورم. خب فعلا که ازش راضیم. بعد تو ادامه ببینیم که آیا باش دوش میذارم یا نه، به پوستم میسازه یا نه. و حتما توی ویدیوهای بعدی میگم که از خریدا که امروز با هم آنباکسش کردم راضیم یا نه. بریم سراغ بعدی. بچه‌ها من یه اسپری ضد آفتابه، البته فکر کنم که اینا برای بدنه، خریدم. با هم دیگه بازش میکنیم ببینیم که چطوریه. چون توی رانندگی وقتی که مثلا حالا یه شلوار کوتاه چیزی میپوشی پامون بیرونه، اون موقع خیلی خوبه که به دست و پاها این اسپری بشه. بذار ببینم که چطوریه. این تکسچر این شکلی فلویدی داره.
بچه من نمیدونم اینو باید برای پوستم استفاده کنم، پوست صورتم استفاده کنم یا نه. پس اینو فعلا استفاده میکنم. حالا یا بعداً تستش میکنم میگم. از همون ضد آفتاب قدیم خودم، یعنی از ضد آفتاب مای که فلویدی هستش استفاده میکنیم. قبلش هم میزنیش، تکونش میدیم. اینجا که تقریبا راضی بودم از خریدم. آهان، یه آنباکس جذاب داریم با هم دیگه اینو باز میکنیم ببینیم که چیا توشه. از کجا بازش کنم؟ خب حدس میزنیم که چی توشه و بگم که چیزی که داخلشه یکی از اوناش در تمام مراحل آرایشی مورد استفاده قرار میگیره. حالا بازش نکردم، ممکنه که نباشه توش چیزی. خب یه بسته‌بندی اینطوری داره. بعدی مرسی که مهرمومش کردیم برامون. یکیشو که الان نشون نمیدم چون تو مرحله بعد بچه‌ها این برشای ریل تکنیکه. من این مدلش رو خریدم، کد 2052 رو. گفتم که خب قراره که با هم دیگه آرایش کنیم، یه ست براش خوب داشته باشم. تقریبا ست براشم کامل نبود و اینکه حالا میدونم که اینجا بچه اینا رو من از سایت ویترین سفارش دادم و نظراتشون گفته بودن که اینا اورجینالن و اینکه قیمتشم من بهتون میگم. بارکد ایناشو باید اسکن کنم که مطمئن بشم که 100% اورجیناله. براتون میذارم که اورجینال بوده یا نه. اینه ست براشه. خب بهتون بگم که هر کدومش برای چه کاریه. 256 که میشه این مدلش. بچه یه دونه ماش ریخت چرا؟ ترس. خب بچه ها این مدلش مخصوص کرم پودره. ببینید که این شکلی هم هست. این مخصوص کرم پودره. خب اینجا ما اگر ویدیوهای منو خوب دیده باشی اون از این استندای لوازم آرایش مخصوص براش خریده بودیم که اینو قرار بذاریم این تو. خب بعدی این مدل شماره 257 شه. 257 مخصوص کانسیلرشه. دیگه این مخصوص کانسیلر سر تختی هم داره. خب اینم اینو به جای براش. بچه خوبی سایت ویترین اینه که کلا این براش هر چیزی که میذاره مدلش میگه مخصوص چه کاریه و اینکه حالا شما اشتباها استفاده نمیکنه. البته براش هر جور شما راحتین و فکر میکنین که خوب فید میکنه اون لوازم آرایش رو میتونین استفاده کنین. مدل 258 هم مخصوص کانتوره. کیفیت باحالی داره. خوشمون اومد. بچه‌ها من از ریل تکنیک حالا براشاشو نداشتم، قبلا از این براشا استفاده میکردم، از این واقعا راضی بودم و فقط اسانسش رو داشتم. من قبلا جدا خریده بودم، یکم روش کرمیه. خب بعدی که این آخریشه. خب اینم برای فیکس کردن پودر دیگه. این مدلشه.
خب بریم سراغ محصولات بعدی. قیمتش هم بخوام بهتون بگم 1,372,000 تومان بود که من توی تخفیف این تخفیفای لحظه آخری که ساعتی میزدش تو اسنپ از اون خریدم. فکر کن چند 508 چی گفتم 589,500 دست بزنیم برام. ببین من مثل شیر بالای این تخفیفا وایساده بودم هر تخفیف خوبی که اسم کردم که مثلا به درد بخوره رو سریع خرید می‌زدم. خیلی خرید انجام دادم. تازه یه سری از خریدام نرسیده و قراره بهتون بگم که چیا بوده. خب بریم سراغ محصول بعدی. فکر می‌کنم که الان دیگه کاملا ضد آفتابم جذب شده و وقت اینه که کانسیلر بزنم و اینکه من چون زیاد از کرم پودر استفاده نمی‌کنم، من کرم پودرم نمی‌زنم، هم دیگه کانسیلر می‌زنیم. کانسیلری هم که خریدم امیدوارم که رنگش خوب باشه بچه‌ها. اینا رو بذاریم کنار. این کانسیلر از برند O2O مثل نقدا و ویدیوهاشو دیدم که تو یوتیوب بچه‌ها گذاشتن و راضی بودن ازش و ما هم حالا استفاده میکنیم ببینیم که چطوریه. من شماره چندشو خریدم؟ لایت بژ HC02. بازش میکنیم این تیکار باید بزن دور کن چون باز کردنش هم سخته. خوش رنگش. جعبش که خوشگله نه؟ یه رنگ روزگل با مزه داره. پکیجینگش هم با مزه است. این شکلیه. اوه آخ جون از این بیلبیلکاش بزرگه. خب این مقدار میزنیم به اینجا، یه مقدار اینجا، بوی زیادی نداره، یه مقدار اینجا اینجا جوش زدم. این قسمت رو میزنیم این قسمت همه چا میزنیم روی بینی هم میزنم. خب بذار اول از همه بافتش رو دستم تست کنم ببینم که چطوریه کیفیتش. خب بچه ها اگه یادتون باشه ما اینجا ست براشی داشتیم که مخصوص فیت کردن کانسیلر داریم. ببینم چطوریه. فکر کنم که کاور خوبی بده به پوست. خب الان میریم امتحانش میکنیم. نیست من عادت ندارم به این براشا. بچه من به این براشا عادت ندارم. پس چی کار میکنیم؟ میریم سراغ نه از این اسپانچه. این نه خودم یادم رفتش که با کی فیلش میکردم با اون براشه همه کار میکردم. کاور خوبی داره خوشم اومد. میرم که میتونم با دست با روش انجام بدم. میرم مدرسه من خودم شما مدرسه موشا رو میدیدیم بچه بودیم. کاور خوبی داره خوشمون اومد. بهتون پیشنهادش میکنم. سایه هم نخریدم. چرا؟ کتی جون چرا سایه نخریدی عزیزم؟ من اینم اول کانتور میکردم و کانسیلر میزدم. خیلی ناراحتم چرا این کار کرد. بچه خیلی دارم مراحل آرایشی رو خوب و دقیق بهتون توضیح میدم.
نوت برداری کنین و یادتون نره که حتما تمرین کنی به روش من آرایش کنی. خب بذاری من دیگه پلکم از این رو بردارم بزنم، از این رو بردارم بزنم. خب بچه من کانتور میکردم و واقعا ناراحتم که چون من کانتور خریده بودم، نمیدونستم که فراموش کرده بودم من کانتور خریدم. چی میگن براش کانتور خریدم، خود کانتور خریدم. به عنوان نمایشی دارم از این براش استفاده میکنم تا ببینم چطوری بهش عادت میکنم. بچه خداییش راضیم. بخریم رو کانتور. بچه ها من از این کانتور کانفیس خریدم، شماره 207. اینجا میذارم براتون قیمتشو. باز تو خواستی چیزی باز کنی. امیدوارم که رنگش خوب باشه، خدای رنگش خوب باشه. بچه این رنگیه، ست کردیم با هم دیگه. بازش میکنیم. قد بلند نمیشه. نمیکنی؟ این رنگیه. اوی میترسم بزنم اینو. خیلی پیگمنتش زیاده ولی بد نیست، بد بلند نمیشه. خب بریم ببینیم که چیکار میخوایم کنیم. از اونجایی که خیلی خوب مراحل رو رفتیم بذار نمیتونم. وای صداهای عجیبی میدی کتی. روبینیمو فکر میکنم که باید ادامهش رو استفاده کنم چون وای بچه نمیدونم دارم چیکار میکنم. مثلا چند تا نقطه سیاهه. بریم بلندش کنیم سریعتر که براشمون مخصوص کانتور. یا علی یا خدا خودت اینو بلند کن خدایا. وای ترس. تو من داداشم کوچولو بود به دنیا اومد، وقتی از یه چیزی میترسید بدون اینکه بگه میترسم میگفت ترس. کوچولو بود تازه صحبت میکرد. الان وقتی میگه ترس وای اینجوری کنم که آسوخونی بشه. هدی خانم منو بلند ماه پیش میزار بکمند واقعا نظرتون چیه؟ این حجم مثلا اینا رو من چیکار کنم؟ تیک برد. اینجا یه کانسیلر خیلی خوبی داریم که بچه کیفیتش یعنی پیگمنتش من خودم حس کنم زیاد زدم خب ولی بد نیست خدایی.
بالای حدیث میکنم که کتی جون زیادی روی کردیم. اما یه صورت استخونی آرش کثیف داریم اینجا. با براش خودم که عادت دارم. آرش کثیف چطوره؟ عالیه؟ نمیدونم واقعا داره چیکار کنم. به سمت بالا میکشونیم که پیشونیمون بلند بود. اصلا از این مدلای استخونی بذارم نمیدونم چند درصد موفق شدم. یکم این شکلی تپ تپی میزنیم روی کانتورمون که خب شما هم بگید که الان مرحله چیه؟ مرحله روژمره کرمی نخریدم. اینو بخرید فقط خیلی کم بزنید. سراغ محصول بعدی از این تینتای ویتیو خریدم. کلا من محصولات ویتیو رو خیلی دوست دارم اما خب این تازه اولین بار دارم استفاده میکنم. رنگ چریشه. آره فکر کنم چری. شماره J3. دستینامو پاک کنم. پاک شد. پاکش کردیم. میمونه بازش کنیم ببینیم که داخلش چه رنگیه. اینجا یه نشون داده تقریبا چه رنگیه و حس میکنم که رنگ خیلی قرمزیه. چری دیگه. پس چری چه انتظاری داشته عزیزم. خب من چون یه سری روژ لب که نه لیپ گلاس خریدم اینو نمیزنم به لبم چون میخوام اون لیپ گلاس رو با هم دیگه امتحان کنیم و اونجایی که میدونم این تینتا بمونه بچه این رنگی دیگه اینجا بزنم. این رنگی این آخه به آرشم نمیاد. بزنم. میزنیم دیگه. حداقل بذار این که کرم پودره اینطوری بزنم که همچی پیگمنتی هم نداره. فرق نیست. ولی خب رنگی نیستش که من دوستش داشته باشم. وای 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 وای. چطوری تو؟ ببین یکم بیشتر میزنی یک کوچولو حالا رنگ میده. تست دیگه قرار نیست ما بریم بیرون که. در حالی که الان من دارم حاضر میشم و بزرگترین دیت تاریخ عمرم میخوام برم. الکی بچه حس میکنم که آرش کثیف براتون انجام دادم. ببین چرا چون براش هایی که استفاده کردم بهشون عادت نداشتم و این کانتوری که استفاده کردم نمیدونستم که
خوبه یا نه؟ بد نشد. شما تو کامنت رو بهم بگید خوبه بده. ای کتی. خب این بود از پکیجینگش. بوی خاصی نداشت و حس میکنم که بیشتر روی محصولاتی که مثلا بو دارن خوب کار میکنه. ویتیو مثلا من عطرشو داشتم، اسپریشو داشتم، چیز اسپری بادی اسپلششو داشتم و واقعا راضی بودم. حالا اینم ببینیم که چجوریه دیگه. رنگشو دوست نداشتم راستش، ولی حالا صورت خوب نشسته، بعد میسلک ننداخته. خب بریم برای پودر فیکس. این پودر فیکس دیفکتوه. امیدوارم که F02 رنگ F02 و پودر فیکسش دیفکتو 02. هیچ ایده ای ندارم که آیا سرش پلمپه یا نه. بازش میکنیم. از این گینگیلی ها داره. گینگیلیشو باز میکنیم. گند زدم به لباسم. مرسی که گند زدی. مرسی. خب هم مقدار از این پود برمیداریم. توی کامنت که گفتش خوبه. ما به کامنت ها اعتماد میکنیم و ازش استفاده میکنیم. پشت دستم زهرش رو میگیرم. حالت اینکه زهرش رو میگیریم هیچ نمیاد. با درش قشنگ باز کنیم. من پودر فیکس ها درش رو کلا در میاریم. خب معلومه که درش میاریم. داخل دستمون رو تمیز نکرده بودیم. از پودر فیکس. ویدیوم خیلی طولانی شده فکر کنم. امیدوارم که خسته نشده باشید. خب حالا حسابی میتونیم از این پودر فیکس برداریم پشت دستمون. یه مقدار دارش بدیم و بعد آها به این میگن. یه کمی دیگه. بچه یادتونه من یه ست براش خریدم که توش از این بیلبیلک های ست آرایش داشت و من هنوز داشتم از این استفاده میکردم. واه این خوبه. این دوست دارم. آفرین. آفرین کتی. خب بکنی کمی از این دارم. خب تپی میزن به هایی که نیاز به فیکس داره. سعی میدم که آرایشمون که قرار جای خیلی مهمی بریم فیکس بشه. اگه این پوشیدش هم فیکس کنم. بعد نشده. خب نه بریم مرحله بعدی.
آها بچه من برای ریمل از سایت ریها سفارش میدم همش ریمل ما به خاطر اینکه مطمئنم که اورجینال میفرسته. اما به خاطر شلوغی بلک فرایدی هنوز به دستم ریملم نرسیده. همین ریملی که قبلا داشتم که چندین بار معرفی کردم و تقریبا فکر کنم همه بدونن که ریمل خیلی خوبیه. اسنس صورتی از اون سفارش دادم. این حالا این قبلی که دارمه، ولی الان از همین استفاده میکنیم. فرض کنید که ریها رسیده دستم و من آنباکس کردم و این ازش در اومده. ریمل میزنیم صابی. من خیلی سایه نمیزنم، اشتباه میکنم نه؟ باشه. خب بریم سراغ مرحله مورد علاقه خودم. بچه ها من 2 تا لیپ گلاس از برند کامپیز فرستادم. اولیش این رنگشه، دومیش هم اینه. اطلاعاتشو براتون میذارم، رنگاشو، شماره‌هاشو، همه چیو. قبلا براتون یه رنگ دیگه شو که بذاریم براتون بیارم. رنگ 010 این بوده که عالی بوده، عالی. حتما بخرین این رنگشو. ولی خواستم برای سری جدید رنگ‌های جدید رو امتحان کنم که بذارین از کدوم شروع کنیم؟ اول از این شروع کنیم. رنگ 011شه، اینطوریه، صورتی تره از 010. خدای خوش رنگ باش. این شکلیه. بگیرش. خب این تستش کنیم که بوی آدامس خرسی میده. نه بوی آدامس بادکنکی میده. چرا ملیحی تو. بهتون نشون بدم. این رنگیه. فوکوس کن فوکوس کن. خب خوش رنگه. بریم بعدی. رنگ 205شه بچه، یه تم پاییزی داره، قهوه‌ای و شاینیه. چقدر نازی. دینگ دینگ. از کیفیتشون که کلا راضیم. یه کم همون بادکنکیه، کوچولو انگار تو شکلات داره. یکم کم میاد ازش. میخوام بهتون نشون بدم، میخوام حسابی. صفر شدی. بگم اینایی که اکلیلش بیشتره، اکلیل شاینش بیشتره، سخت‌تر میاد. خب این رنگ دومی 205 اونم 011. کدومشو بزنم؟ فکر میکنم که به خاطر رژگونه‌ای که زدم صورتیه بهتره، ولی من اینو دوست دارم. الان میزنم. هر دوش میزنیم پاک میکنیم ببینیم که چطوریه. خط لب قبلیم، خط لب رو میکشیم و میریم ببینیم چه رنگی. وی چقدر تو ناز شدی. بچه کیفیتش خیلی خوبه، زیاد میمونه، چسبنده نیست. فقط مشکلش اینه که کم میاد ازش بیرون. چطوره؟ عالیه. دوست داشتم این رنگشو.
از بیرون خیلی صورتی بود، فکر کردم که زیاد جالب نمیشه، ولی وقتی میزنی رو لب گوشتی تر میشه و این خیلی خوبه. خب، از نزدیک ببینید چطوره. بریم بعدی. داری خرابکاری میکنی؟ اون و این خوشگله. چقدر نازی. بچه فکر کنم چون قبلش یه مقدار لبم صورتی داشت، اون قهوه‌ایش زیاد، وای اصلا اون قهوه‌ای بد و نداره، یه اکیلای خوشگل داره توش. کم نیازش زیاد دیگه، میخوام زیاد بزنم. خیلی شیکه داشتم. شما چطور نزدیک ببینیم نظرتون چیه؟ خب اینم بود از لیپ گلاسا. پودر فیکس هم که زدم اون موقع حس کنم اینجا رو افتاده. پودر فیکس هم که زدم دیگه، همین دیگه. قیمت ها رو که براتون گذاشتم، تقریبا از لوازم آرایشی که خریدم راضیم و اینکه بهتون پیشنهادش میدم که همش واقعا گفتم که کدومش رو دوست داشتم کدومش رو دوست نداشتم. امیدوارم که شما هم بخرید، از خریدشون راضی بشید. خب بذار یکم فکر کنم اونم چیزی جا نذاشتم. نه اینا که جا نذاشتم. هم برمی‌داریم که ببینیم چه شکلی شدیم. آها راستی من ببین کدوم لیپ گلاس بیشتر بهم میومد، اولیه 011 یا دومیه 205. تا ویدیو بعدی، آنباکس بعدی، میکاپ بعدی. خدافظ.